در پراگ پایتخت چخیا فعالان در روز آغاز بازی‌های اروپا در باکو به خاطر جلب توجه به نقض حقوق بشر در آذربایجان یک نمایش برپا کردند. در این نمایش یک بازی رمزی باکس دایر شد که در آن یک فعال جامعه شهروندی قریب بود بر افسر پلیس پیروز شود، ولی ماموران پلیس به کمک او رسیدند. شورای گفت این عمل برخلاف ارزش‌های المپی است. آذربایجان به دلیل سرکوب فعالان در پیشروی بازی‌های اروپا تحت تنقید سخت قرار دارد. ده‌ها تن از دیگراندیشان و ژورنالیستان با شمول همکار رادیوی آزادی خدیجه اسماعیلووا را در آذربایجان به زندان انداختند. در کیف پایتخت اوکراین صاحبان دکان‌های کوچگی با طلب ملاقات با شهردار ویتالی کلیچکو اعتراض کردند. کلیچکو اعلام کرده است که قصد دارد کوچه‌های کیف را از دکان‌های ثبت نام نشده پاک کند. اعتراضگران میگویند اجرای این نقشه زندگی آنها را خراب خواهد کرد. در ادیس حدود 300 فعال اوکراینی در حاشیه بینای اساسی حکومت به خاطر ملاقات با والی نو رئیس جمهوری سابق گرجستان میخائیل ساکاشویلی گردی هم آمدند. بعد از صحبت کوتاه در کوچه ساکاشویلی آنها را برای سوال و جواب به داخل دعوت کرد. ساکاشویلی روز 11 ایون با وعده نوسازی ساختارهای شوروی معاب مورد استقبال قرار گرفت. در پشاور در شمال غرب پاکستان اعتراضگران پرچم هند را سوزانده شعارهای ضد هند زدند. این اعتراض در پی سخنان سروزیر هند نریندرا مودی بود که پاکستان را به گسترش ترور به کشورش عیبدار کرد. اعتراضگران همچنین عملیات این هفته ارتش هند به داخل کشور همسایه میانمار را محکوم کردند. در این عملیات یک عده از جنگیان اسلامی کشته شدند. در اسلام آباد پایتخت پاکستان دفترهای سازمان نجات کودکان را مهر زده به کارمندان این سازمان بین المللی امر دادند که کشور را به دلیل به گفته مقامات فعالیت‌های ضد پاکستان ترک کنند. نجات کودکان از سوی پاکستان با آن عیبدار می شود که در گذشته پنهانی برای اداره جاسوسی آمریکا کار میکرد. سازمان امدادی این ادعا را رد میکند. در ورزشگاه پریشتینا پایتخت کوسوو به یاد قربانیان خشونت‌های جنسی بیش از 5000 دامن و کرته را آویزان کردند. سازمان‌های حقوق بشر میگویند در بین سال‌های 1989 تا 1999 دست کم 20000 زن از سوی نیروهای سربیا در این کشور تجاوز شده‌اند. این نمایش در سالگرد 16 استقرار نیروهای زمینی ناتو که به خاطر حمایت از اکثریت قومی آلبانی‌ها به کوسوو اعزام شدند آغاز یافت. یک واحد ارتش سربیا به خاطر تبدیل همسفان خود در هیئت نیروهای حامی صلح سازمان ملل در جمهوری آفریقای مرکزی ترک بلگراد کرد. سربازان سربیا فعلا باز در 8 ماموریت دیگر حمایت از صلح سازمان ملل و اتحادیه اروپا در افریقا و خاورمیانه خدمت می‌کنند.